امام ابو حنیفه چه اندازه بخیل بود، یعنی بسیار بخیل بودند، به هیچ عنوان نمیخواستند که ثواب خودش را به دیگران بدهند. اینو در این مورد گفتند که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هیچ وقت حاضر نمی شدند که از کسی دیگر غیبت بکنند و بدگویی کسی رو در واقع در یک مجلسی بگویند خودشون یا اینکه بشنوند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزه را الله متعال بر ما فرض کرده تا اینکه ما تقرب بجوییم به بارگاه الله متعال و بر اثر این عبادت و روزه گرفتن 30 روز ماه مبارک رمضان ما به تقوا و پارسایی و صبر و استقامت و التزام در دین برسیم. میدونیم که روزه در این زمینه بسیار تأثیر مثبتی را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این که جوانان را از گناه باز دارد تشویق میکرد ایشان را برای روزه گرفتن و فرمودند که ای جوانان، هر کسی از شما توان ازدواج را دارد ازدواج بکند و اگر کسی توان ازدواج ندارد و میخواهد که از گناه محفوظ بماند فعلیکم بالصیام، که روزه بگیرید، و زیرا که این روزه گرفتن یک نوع حفاظتی هست و مسئولیتی هست از گناه. پس بنابراین این روزه هم تأثیری دارد در تقوا و پرهیزگاری که ما را از گناهان حفاظت بکند و هم تأثیری دارد در زمینه بالا بردن مقام و منزلت و جایگاه ما نزد الله متعال و هم این که بهترین پاداش ها را الله متعال در روز قیامت به ما عنایت بکند. اما متاسفانه بسیاری از ما در هنگام روزه گرفتن چه بسا ثمره و منفعتی که از روزه عاید ما می شود فقط و فقط همین تشنگی و گرسنگی باشد و ثواب دیگری به ما نرسد. در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که در روز قیامت انسانی رو میارند و این تعریف مفلس هست. ایشون از اصحاب خودشون پرسیدند که مفلس چه کسی هست؟ اصحاب گفتن مفلس کسی هست که در دنیا هیچ چیزی رو ندارد، درهم و دیناری رو ندارد و مال دنیا و ثروت دنیا رو ندارد، فقیر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که این مفلس نیست. مفلس اون کسی هست که در دنیا کارهای ثواب زیادی رو انجام داده، نماز و روزه و زکات و حج و بقیه اعمال رو انجام داده، اما وقتی که به قیامت می آید، در روز قیامت می بینیم که تمام اعمال خیرش را و تمام نیکی هایش را دیگران میبرند، به حقوق دیگران تعرض کرده، به یکی فحش داده، ناسزا گفته، مال کسی را خورده، به جان و ناموس کسی تجاوز کرده و در مقابل در روز قیامت از اعمال و حسنات این افراد در واقع بر میدارند، به افراد شاکی میدهند و اگر اعمال و حسنات این فرد تمام بشود از گناهان شاکی بر میدارند و بر گردن این فرد اضافه میکنند. متاسفانه بسیاری از ما این گونه هستیم که مواظب این نیستیم که اعمال ما ثوابش برای من باقی بماند. واقعا من یک نکته بسیار جالبی رو در این زمینه به خاطرم رسید که یکی از بزرگان ما سلف صالح ما درباره حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرمایند که امام ابو حنیفه چه اندازه بخیل بود، یعنی بسیار بخیل بودند،
به هیچ عنوان نمیخواستند که ثواب خودش را به دیگران بدهند. اینو در این مورد گفتند که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هیچ وقت حاضر نمیشدند که از کسی دیگر غیبت بکنند و بدگویی کسی رو در واقع در یک مجلسی بگویند خودشون یا اینکه بشنوند. این خاطر است که عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه میگوید که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار در واقع در این زمینه پایبند بود و بخیل بود به نیکی های خودشون. پس بنابراین ما باید در زمینه نیکی های خودمون بخیل باشیم، زیرا که ما به این نیکی ها بسیار نیازمند هستیم. چرا ما باید در دنیا زحمت بکشیم و سختی ها را تحمل بکنیم، این عبادت را انجام بدهیم، اما ثواب این عبادات برای افراد دیگری برود و هدف از انجام این عبادات و خصوصا روزه اون گونه که الله متعال میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله متعال این روزه را قرار داده که ما به وسیله این روزه و به ذریعه این روزه گرفتن ما به تقوا و پرهیزگاری برسیم. در حدیث بسیار زیبایی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما این گونه توصیه میکنند که اذا کان یوم صوم احدکم، اگر شما روزه بودید، روزی بود که شما روزه گرفته بودید، فلا یرفث ولا یسخب ولا یجهل، کسی که روزه گرفته گناه انجام ندهد، دنبال فسق و فجور نباشد، ولا یسخب، سر و صدا نکند، داد و بیراه در واقع به راه نیندازد، ولا یجهل، نادانی و جهالت نکند، کارهایی که نشأت گرفته از نادانی و جهالت هست اینها رو رها بکند. فإن شاتمه احد، اگر فردی اومد با شما که در حالت روزه هستید به شما ناسزا گفت، دشنام داد شما را، او قاتله، یا حتی اینکه دعوا کرد مثلا با شما، فلیقل انی صائم، شما در جواب فقط بگویید که من روزه هستم. یعنی مواظب روزه خودتون باشید که دشنام دادن در هنگام روزه، بد گفتن و غیبت کردن در هنگام روزه، سر و صدا کردن در هنگام روزه و گناه انجام دادن در هنگام روزه، اینها سبب می شوند که ارزش و اثر و ثواب روزه در واقع کاهش پیدا بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر می‌فرمایند که حضرت ابو هریره این روایت را برای ما نقل کرده، ایشان می‌فرمایند که من لم یدع قول الزور والعمل به، هر کسی که گفتار بد را، گفتار گناه را، دروغگویی را و عمل کردن بر آن را، گفتار نابجا را در ماه مبارک رمضان رها نکند، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه، الله متعال هم نیازی ندارد که چنین شخصی به خاطر الله غذا و آب و غذای خودش را در واقع رها بکند و ترک بکند. یعنی اگر ما آماده شده ایم برای این که این لذت غذا و آب را و بقیه شکننده های روزه را ترک بکنیم، باید از نظر معنوی هم مواظب روزه خودمون باشیم، از دروغ و بهتان و غیبت و سر و صدا و کارهایی که نشأت اونها یک نشأت شیطانی هست و بر اساس جهالت و نادانی هست، اینها رو هم باید رها بکنیم. پس بنابراین اگر ما این کارها رو انجام دادیم، ثواب روزه شما در واقع به هدر رفته و چه بسا کسانی دیگر از این ثواب بهره مند بشوند و خود شما که تشنگی و گرسنگی رو کشیدی چیزی غیر از تشنگی و گرسنگی عادی شما نشود. امیدوار هستم که مواظب روزه خودمان باشیم تا اینکه روزه ما ثوابش برای خود ما محفوظ بماند و آثارش رو هم انشاءالله در دنیا و آخرت احساس بکنیم. تا برنامه دیگر تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.